این رسما بدترین شوخیه که تا حالا با کسی انجام شده. ماجرا از این قراره که یه اکیپ پسرونه با هم هماهنگ میکنن و یک مهمانی ترتیب میدن. اونا 8 تا شات مشروب و چند تا آبجو آماده کردن و یک قرص خواب‌آور هم در یکی از لیوان‌ها ریختن و وقتی که سوژه مورد نظر به خواب عمیق فرو رفت، دوستاش اونو به یه بیمارستان ساختگی بردن و لباس بیمار تنش کردن. وقتی که بیدار شد، دکتر تقلبی بهش گفت که 10 سال در کما بوده و اکنون در بیمارستانه و بعد دوستاش با ظاهری پیر شده وارد شدن و گفتن داداش یهو وسط مهمونی افتادی زمین، سرت به شدت آسیب دید و بیهوش شدی، منم آوردمت بیمارستان. بعد از این ماجرا جدی‌تر شد چون بهش گفتن که قبل از حادثه دوست دخترش ازش باردار بوده و حالا پسرش میخواد باهاش ملاقات کنه. اما این هم تمام ماجرا نبود چون بهش گفتن باید خودشو برای چیزای جدید آماده کنه چون دنیا خیلی تغییر کرده و موجوداتی متفاوت در زمین ساکن هستن. اما اگه شما جای این بدبخت بودین چی کار میکردین؟